شنیدم که بر همسرت خشم گرفته ای مداخل. فوراً کرنت را ترک کن. از اینجا دور شو. پسرانت را بردار و از اینجا برو. من اینجا میمانم تا بیان که گزندی به کسی رسانی کرنت را ترک کن. کرو، این منتهای ستمگری درباره زندگی یک زن است. این نقشه ها را دشمنان من کشیدند. هیچ ساحل امیدی برای من خوش نمیگوشد. چه رفتار زشتی با من شد. کرو، از تو میترسم. به بادافره چه گناهی مرا تبعید میکنی؟ خاطر بینی کسو داره، به خاطر بیمی کسو از تو میترسم. چرا حقیقت را پنهان کنم؟ میترسم گزندی از تو با دختر من وارد است. این یکی از مسائلی است که باعث وحشت من میشه. تو زنی زیرکی و در کارهای شیطانی و جادوگری استاد. تا زندگی زناشویی با جیسون ترک شده و این خشم تو را برانگیخت. شنیدم که نقشه کاملی برای انتقام از من و جیسون و دخترم کشیده. حتی اگر به خاطر خودم هم باشد این تصمیم را عملی میکنم. اگر تو را امروز دشمن خویش سازم به مراتب بهتر از آن است که فردا کفاره آن را با اشکن دامت بستم. شهرت داشتن به زیرکی همیشه آفت من بوده است. کرو، من بارها به این شهرت نفرین فرستادم. خود تو از زیرک بودن چه سودی میبری؟ به جز این که از تمام وظایفی که بر عهده داری غفلت می‌ورزی و تمام هموطنانت از تو متنفرند. من از تجربیات خویش دریافتم. اگر به نادانها دانشی دور از ذهنشان عرضه کنی تو را نادان و بی‌ثمر خواهند و دانایان نیست اگر مشاهده کنند که مردم تو را بر مال و چان نهند به خاطر حفظ مصالح خویش حتی خشم خواهند گرفت و حسادت خواهند ورزید. این است قواعد ذکاوت و زیرکی. هرقدر من زیرک باشم آنها حسودند و آنچه آسودگی را از من سلب کرده همین شهرت داشتن به زیرکی است. قبل از همه خود تو کرو، ترسیده ای از چه؟ از آسیبی که ممکن است به تو برسانم؟ مگذار این افکار تو را متوحش کنم. من قدرتی ندارم. یک زن درمانده در مقابل ظلم یک پادشاه مقتدر چه میتواند کرد؟ گذشته از آن تو ظلمی نسبت به من روا نداشته. دخترت را به مردی که برگزیدی به همسری دادی. من از همسرم متنفرم. من از همسرم متنفرم. درستی نکرده. اینجا من هیچ اقدامی علیه خوشبختی و سعادت شما انجام نخواهم داد. دخترت همچنان همسر جیسون بماند. من خوشبختی هر دوی آنها را خواهانم. اما با سردار کرنت میخواهم کفاره خطای خویش رو در سکوت آرامش نمایم و به نیروی فوق تحمل تصمیم شدم. با سردار کرنت سخنانت به ظاهر مهرآمیز می نماید، اما در این اندیشم که در پس قلبت مشغول طرح چه نقشه‌ای هستی. اکنون اعتمادم به تو کمتر از لحظه‌ای قبل شده. خطر آنان که خشم خیش را آشکار می‌سازند به مراتب کمتر از کسانی است که آرام ولی زیرکند. تو طرد شدی، تو دشمن محسوب می‌شوی و هیچ تمهیدی باعث اقامتت در این کشور نخواهد شد. فوراً کرنت را ترک کن. چرا؟ نزد تو زانو میزنم، التماس میکنم به خاطر عروس جوانت، به خاطر فرزندت. بیهوده سخن به درازا میکشی. اگه از قادر نخواهی بود تغییری در تصمیم من به وجود آورید. التماس میکنم
آیا میخوای بی هیچ ترحمی منو تبعید کنی؟ بله، من بیش از این که به تو علاقه‌مند باشم به کشورم علاقه‌مندم. ای وطن، ای زادگاهی، اکنون چگونه خیال من به تو باز؟ من هم به کشورم علاقه‌مندم و بعد از آن تنها به دخترم. چه عشق اهریمنی در زندگی مردمان وجود دارد. گمان میکنم این خصوصیات هر کسی. زئوس بزرگ به خاطر داشته باش خدا مین کرد موجبات برو بیچاره این مفلوک تا من رنجقای من نیست همراهت. برو با هیچ رفتی بیگانه نیست. نیاز به بیشتر از آقای خواهد روی از اینجا به بیرون باید آمد کنم. التماس میکن ناخواسته نگرش چرا اجازه بده فقط هم یک روز در کرت بمان و ترتیب مسائل در بدری و سرگردانی خود را به زنانم را بدهم، زیرا پدرشان هیچ تمایلی برای کمک به آنها ندارد. کمی رحم داشته باش کنار، نسبت به اندکی مهربان باش. آخر تو هم پدر هست. تبعید و سرگردانی برای من اهمیتی نداره. تمام نگرانیم به خاطر آنهاست. آنها سرنوشت فلاکت باری دارن. من قلب مهربانی دارم. قلب من همیشه باعث رنجش من میشه. با اون که میدانم این کار حماقتی پیش نیست، اما آن را میپذیرم. ولی به تو اخطار میکنم. اگر فردا تا پیش از سپیده دم تا با کودکانت را داخل مرزهای کشور من بیابند، شما را خواهم کشت. این شرط مهم من است. حال اگر میخوایی امشب را اینجا بمانی بمان. بیشک یک شبه نمیتوانی آنچه را که از آن هراس دارم به پایان برسون. چی هستی اینجا چیکار میکنی؟ آقا چه خیافه هیولو بارو به خودم من رو گفتم چی هستی اینجا چیکار میکنی؟ من اینجا تا از یه نفر انتقام میگیرم. از یه نفر که میخواست وطن شما رو به ترکیه بفروشه. وطن منو بفروشه؟ البته خودم یه انتقام کوچیک ازش گرفتم. من یه انتقام بزرگ ازش میگیرم. جدا؟ دنبال من بیا. پرچم مملکت من توهین کنه مجازات شدیدی میشه. سربولتی کجایی؟ ویپی سربولتی؟ اگه نمیبینی دارم تمرکز میکنم. ببینم تو هنوز میخوای اینجا رو به ترکیه بفروشی؟ مطمئنی؟ چطور مگه؟ مطمئن؟ همین زیبه یه نفر از دولت اومده میخواد دست بگیره. لاک پشت به مملکت یه لاک پشت؟ یه لاک پشت به مملکت من توهین کرده. من عاشق اذیت کردن این لاک پشتم. این لاک پشت خوشمزه‌ای واسه کباب کردن. بعد این سواریشون چطوره؟ چه صفت با لباسای من؟
فکر نمی‌کنی یه جوری برگردی به مسئله تفاوت جنسیتشون؟ سلام جری، چه عجب. سلام. رفته بودم با کسی مشروعی بزنم، گفتم یه سری هم به شما بزنم. با کیسی؟ مگه اون توی خونه زندگی می‌کنه تو هامستد دور و برا؟ یکم آره اخیراً اومده همین دور و برای خونه‌ای گرفته، تنها داره زندگی می‌کنه. از سوزن جدا شده. یه رمان می‌نویسه نه؟ یه رمان جدید داره راجع به یه مردی که زن و سه تا بچه‌شو ترک می‌کنه و امیدوارم بهتر از کار قبلیش باشه. کار قبلیش؟ آها. آخرین رمان. داستان یه مردی نبود شما مگه از کار قبلیش خوشتون نیومد؟ قبلا بهت گفتم. اما به نظر من کار قبلیش یکی از بهترین کاراش بود. ممکنه بهترین کارش باشه ولی دیگه گند و بغض‌بازی و ریاکاری. ریاکاری؟ کجاش ریاکارانه است؟ قبلا بهت گفتم. قبلا بهم گفتین؟ یه شب که همه با هم داشتیم شام می‌خوردیم، من تو اما جودی چطور یادت نیست؟ موقع دسر اما که سخنرانی طولانی کرد راجع به بازی کیسی و سندش آخرین رمانش بود. مرد خوش‌شده بود. درست. سخنرانی به شدت جذاب. من دیوونه یه همین چیزا. جودیت مجبور شد وسطش ما رو ترک کنه. شب توی بیمارستان کشید. راستی جودیت چطور؟ جودیت هم خوبه. Oh shit! Mr. Lava, please do something with your hair. With my hair? Yeah. Hey, you! No? No. You're not free? No. I'm not. I can start. Okay, are you ready? Yeah. La 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 la. Thank you, Mr. Very beautiful haircut. Okay, do you want to shave? Shaving? Yes, shaving. Okay, why not? Okay, Mr. Lava, sit down here, please. Yes? Yes. Okay. Oh, la, la, la. Okay. Life is just like a river. River. Every time you go. Okay.
it's not very... No, it's not... Mr. Lobalaba. I'm sorry, but I don't have any new blade. Okay, no problem. Use the old blade. Oh, thank you, Mr. Lobalaba. I'm very kind, mister. Yeah, you're so much kind. And thanks. Okay, Mr. Lobalaba. Are you ready? One, 2, 3. Mister, what are you doing? I'm so much sorry, Oh la la. So much sorry, Oh, wait. Congratulations, Mr. Lobalaba. Congratulations. Bye. Now you have HIV.